سلام دوستا، امیدوارم حالتون خوب باشه هر جای دنیا که هستید. امروز اومدم در مورد ترمیم ناخن حرف بزنم، در مورد راستای پست قبلی که در مورد کاشت ناخن بود. کاشت ناخن و ترمیم ناخن تفاوت خیلی زیادی میتونه نداشته باشه، با این تفاوت که کاشت ناخن ما کلا از تیپ گذاشتن شروع میکنیم و میریم جلو، ولی در مورد ترمیم ناخن یه ناخن بلند شده داریم که هم مواد داره هم تیپ داره. منتها ما میخوایم اینو دوباره مرتب کنیم و روش مواد بذاریم. منتها یه سری نکته داره که به نظر من خیلی کاربردیه و کار شما رو میتونه که خیلی بهتر کنه، که من پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تا آخر ببینید. خب همینجوری که میبینید من این دستمو و این 3 انگشتمو کار لاک و ژلش رو انجام دادم. اگه یادتون باشه این انگشتمو کامل کاشت ناخن کردم. امروز میخوام این انگشت رو براتون ترمیم کنم و بعد از این میخوام بهتون لاک و ژل رو یاد بدم. منتها تو این ویدیو ترمیم این ناخنم رو اول براتون کامل آموزشش رو میذارم و بعدش لاک و ژل. خب برای ترمیم خیلی از کاراش تقریبا شبیه کاشت ناخونه، یعنی مثل همون کارهایی که از اول میکنیم منتها دیگه تیپ نمیذاریم چون تیپ داریم. یه نکته مهم بهتون بگم، من چون که براتون ویدیو کاشت ناخن و یه سری مرحله‌های دیگه گذاشتم، ترمیم این ناخنم خیلی دیر شده و خیلی بلند شده. مشکلی نیست، میشه ترمیمش کرد، ولی میخوام بهتون بگم که وقتی ناخن خیلی بلند میشه، دیدین وقتی ترمیم ناخن میکنید ولی یه رد میفته از جایی که قبلا ناخنتون رشد کرده. یکی از دلایل رد افتادن توی کارتون اینه که ترمیم ناخنتون رو دیر انجام بدید. من پیش میخوام بهتون بگم که ممکنه که برای من این اتفاق بیفته و ناخنم خط بیفته. اونم بزرگترین دلیلش اینه که خیلی دیر دارم این ناخنم رو ترمیم میکنم، که البته الان یه لاک هایی هست که تقریبا این حالتیه، البته این پرایمره، ولی بعد از پرایمر به این یه تیکه به این قسمت میزنیم که اون جای رد نمونه، که متاسفانه من اونو ندارم، ولی شما میتونید از اون لاک استفاده کنید. بعد از پرایمر این قسمت رو از اون لاک بزنید تا رد ناخن قبلیتون، مواد قبلی که گذاشتید توی کارتون معلوم نباشه. خب اولین کاری که میکنم اینه که با عقب زن تمام گوشتای اضافیمو، یعنی پوستای اضافی و مرده رو میدم عقب تا ترمیم ناخنمونم کارش تمیز انجام بشه. خیلی مهمه که این پوستای مرده رو ما برداریمشون تا یه کار تمیز داشته باشیم. بعد میام با این قسمت اون اضافی ها رو میگیرم بعد که اضافی ها رو گرفتم با سوهان سرگرد دور ناخنمون رو سوهان کشی میکنم. تو مرحله بعدی میام این قسمتی که ناخنمون رشد کرده رو یه لایه نازک با سوهان کاغذیمون ازش برمی‌داریم، خیلی کم، فقط اینکه یه خورده خراش بهش بدیم تا اینکه وقتی می‌خوایم دوباره مواد بزنیم یه کوچولو اینجا زبر شده باشه. دوباره با همین سوهان کاغذیمون میایم کل این مواد رو تا اونجایی که میشه نازک میکنیم و اگه یه قسمتی مثل اینجا یه کوچولو هوا زیرش رفته باشه و موادمون یه کوچولو بلند شده باشه، اونا رو کاملا از بین میبریم.
یه نکته مهم بچه‌ها بهتون در مورد ترمیم ناخن بگم. خیلی وقتا خودمون یا مشتریمون وقتی که می‌خوایم ترمیم کنیم می‌بینیم ناخنمون از این کنار ترک برداشته، مثلا این قسمت اینجوری ترک برمی‌داره و تا موادمون میاد. موقعی که یه همچین حالتی پیش میاد حتما باید با سرسوهان کاغذیمون از خطی که میبینیم از گوشه شروع کنیم اینجا به صورت یه چاله درست کنیم، هم از این قسمت هم از قسمت بالا، یعنی هم از این قسمت اون خط رو، یعنی مثل یه دره، مثل یه چاله بزرگ. پس هم از زاویه بالا و یعنی پایین و هم از زاویه بالا یه حفره عمیق ایجاد میکنیم و بعد اون قسمت رو با مواد پر میکنیم. حتما باید این کار رو برای ناخونایی که ترک خورده انجام بدیم، وگرنه اگه این کار رو انجام ندیم و فقط مواد گذاری کنیم اون ترکه هستش و با یه ضربه خیلی خیلی ناچیز اون ترک باعث میشه که کلا ناخون از اون قسمت بشکنه و یه مشکل بزرگتر ایجاد کنه دیگه، یه زخم خیلی عمیقی، یعنی که خب بالاخره ناخون میشکنه دیگه، از اون قسمت ناخون از بین میره. پس حتما این کار رو انجام بدید. البته من الان اون ترک رو ندارم، دلیلی هم نمیبینم که این کار رو انجام بدم، ولی برای ترک خیلی یعنی بیشتر موارد پیش میاد، خیلی این قضیه پیش میاد، حتما باید این کار رو انجام